میدونستی لیمو شیرین با شعورترین میوه است؟ میدونی چرا؟ چون آدمو مجبور میکنه که براش وقت بذاره. بهت میگه که اگه خیلی دیر بری سراغ خیلی چیزها ممکنه اون شیرینیشو بهت تلخ کنه. خیلی هم میگیم بعدن یا یه زمان دیگه، ولی عشقش نیست. بعدن دیگه حوصلش نیست. بعدن دیگه حتی ذوقش هم نیست. بعدن دیگه حتی توانش هم نیست. کاش وقتی ذوقشو داشتم با هم میومدی. کاش وقتی ذوقشو داشتم کنارم بودی. کاش وقتی ذوقشو داشتم به هم اجازه میدادی. کاش وقتی ذوقشو داشتم میومدی به هم سر میزدی. اگه نمیتونید، اگه ارزشو ندارید، آدم ها رو حیف نکنید. احساساتشون و عشقشون و علاقهشون و حوصله‌شون و یا حتی اعصابشون رو کور نکنید. بذارید تا یکی که بلده و لیاقتشو داره کنارش باشه. آدمی که ذوقش کور میشه دلش هم کور میشه.